چی چیز در زندگی زیاد آزارتان میده؟ در زندگی زیاد که آزار میته بیادر همی نادیده گرفتن قشر معلول در جامعه کسی بدیده درست معلولین نمیبینن. خوب هستین؟ السلام علیکم، بخیر هستین؟ انشاءالله ساعت زنده باشین. میشه در ارتباط با وضعیت اقتصادی تان بگین مشکلاتی که دارین و از چی زمان بیسو شما پایتان از دست دادین؟ مشکلات خب بیادر با کلگی معلوم است دی شرایط بد اقتصادی فعلی که مردم افغانستان گرفتار است و خصوصا طبقه معلول که هیچ توجه قدشان نمیشه، نه ادارات داخلی نه بین المللی نه مؤسسات باید توجه کنند در قسمت معلولین، چون زندگی مشکل است و بحران اقتصادی در افغانستان دامنگیر است. فعلا به معلولین طبقه خیلی مشکل است، بسیار به مشکل زندگی خود پیش میبرند، حتی بنان شب و روز خود احتیاج هستند. و به شما بخاطر زمستان چیز آمادگی گرفتین یا قبل کس کمک؟ نه فعلا نه چیز نگرفتیم. از چی بگیریم؟ کدام کار یا کدام پیشه نداریم که از او عاید بعدش بریم بگیریم. اینا خانمتان یا هستن؟ خانم است بله. اینا فکر میگم معلولیت دارند. یک دستش قطع است، معلول هستند بله. خب چی زمان شما دستان هست؟ جنگا آدم یخت جنگا دیگه ما خودم دست دادم دیگه معیب شدیم. و زمستان آمادگی دارین؟ چند نفر هستین در فامیل؟ نه بیادر جان در خانه تعداد نفر ما 8 نفر است. بیکار شوهرم بیکار است، نداریم، وضع اقتصاد خراب است، نان خوردن نداریم دیگه. به زمستان چطور آمادگی گرفته بتانیم؟ و بخاطر که مشکلتان حل شوه و بینین شاین از این وضعیت راه حل چی خواهد؟ من نمیفهمم اگه یگان کار به میبین داده شود کار کنن دیگه، تا به چشم خود به مردم بگیرن که باش از کجا کمک می‌آید کار خود میبین کنه، بعد خودشان یک چیز آید به خود به دست بیاره. مثلا اگر به شما ما ماشین لباس بگیریم، لباسشویی باشه یا خودتان چند پای ماشینای خیاطی بگیریم، کدامش مشکل شما حل میشه؟ اگر ماشین خیاطی باشه بعد ما بهتر است، خوب است، دسترسی داریم در خیاطی میکنیم، هم ماشین خیاطی بهتر است که بعد ما گرفته شد. ان شاء الله. چی چیز در زندگی زیاد آزارتان میده؟ در زندگی زیاد که آزار میته بیادر همی نادیده گرفتن قشر معلول در جامعه کسی بدیده درست معلولین نمیبینند. باید کسی معلولین در حساب باید کمک شوند، بتانن معلولین زندگی خود پیش ببرن مستقلانه. انشالله. امیدوار هستیم که چیز زودتر دوستا توجه کنن و ما انشالله به شما تا اندازه توانایی حتما مشکلات شما را حل میکنیم. و سلامتون بخیر باشید.